محمد حسین سعادتفر هستم. با دوره آموزشی طراحی PCB به کمک نرم افزار آلتیوم دیزاینر در خدمت شما هستم. در این قسمت می‌خوایم یه مروری داشته باشیم بر روی بخش‌های مختلف نرم افزار و کلیات اون. برای باز کردن نرم افزار میتونید از گزینه‌ای که بر روی دسکتاپ شما ایجاد شده با نام آلتیوم دیزاینر استفاده کنید و یا بر روی گزینه استارت کلیک کنید، آل پروگرامز، آلتیوم و نرم افزار آلتیوم دیزاینر رو از این قسمت انتخاب بفرمایید تا اینکه محیط نرم افزار برای شما باز بشه. با باز شدن نرم افزار شما یک محیطی رو به این شکل ملاحظه می‌کنید که خب بخش‌های مختلفی رو داره که الان یک توضیحاتی رو در رابطه با هر کدوم از اونها به شکل مختصر برای شما ارائه میدم. اجازه بدید این قسمت رو من ببندم تا اینکه محیطی مقدار خلوت‌تر بشه. در بالای صفحه شما دو تولبار رو می‌بینید که اولین تولبار مربوط به منوها هست. منوی فایل رو می‌بینید که گزینه‌های مختلفی رو داره که از بالا یک توضیح مختصری رو در رابطه با اونها خدمت شما ارائه می‌کنم. مثل همه نرم افزارها نیو هست که از طریق اون شما می‌تونید فایل‌های مختلف رو ایجاد بفرمایید. شماتیک و PCB دو تا از مهمترین آیتم هایی هستن که در این قسمت وجود دارن. دیگر آیتم هایی که ما از اونها استفاده زیادی در طول آموزش خواهیم کرد پروژکت هست که از طریق اون دیگه پروژه جدید ایجاد کنید و همینطور لایبرری. گزینه دیگه‌ای که در منوی فایل هست و اونها استفاده زیادی خواهیم کرد اوپن هست که خب از طریق اون شما میتونید فایل های مختلفی رو باز کنید. کلو هست که باعث بسته شدن نرم افزار میشه. از گزینه اوپن پروژکت میتونید استفاده کنید برای باز کردن پروژه ها. از گزینه اوپن دیزاین ورک اسپیس برای باز کردن یک ورک اسپیس استفاده میکنید که خب یک ورک اسپیس میتونه شامل پروژه های مختلفی باشه. دیگر گزینه ها ایمپورت ویزارد هست که یک ویزاردی هست برای ایمپورت کردن فایل ها از نرم افزارهای دیگه، نرم افزارهای طراحی PCB یا میتونه نرم افزارهای سه‌بعدی و سایر نرم افزارهایی باشه که با نرم افزار آلتیوم دیزاینر میتونن ارتباط برقرار کنن و فایل ها رو بین اونها شما جابجا کنید. در سمت چپ نرم افزار شما یک پنلی رو میبینید با نام فایلز که از طریق اون هم شما میتونید با فایل ها کار کنید. از بالای توضیح میدم خدمتتون. اوپن داکیومنت از طریق خب واضح هست که شما میتونید داکیومنت های مختلف رو باز کنید. More recent documents که اولین گزینه هست با کلیک بر روی اون داکیومنت های مختلفی که آخرین بار باز کردید برای شما باز میشه و اطلاعات در رابطه با اون خدمت شما ارائه میده. از اونجایی که این نرم افزار برای اولین بار هست که باز شده و قبلا فایلی رو از طریق اون باز نکردیم، این قسمت ملاحظه میکنید که خالی هست. از قسمت دوم شما میتونید یک پروژه جدید رو باز بفرمایید. در قسمت بعدی شما میتونید یک فایل جدید رو ایجاد بکنید که خب مشابه با همون قسمت فایل و نیو هست. ببینید که گزینه‌هایی هم که در این قسمت وجود داره مشابه با هم هستن. اجازه بدید برای اینکه گزینه‌های زیرین رو ببینیم من پنل‌های بالایی رو ببندم. در قسمت بعدی نیو فرام اگزایتینگ فایل هست که شما میتونید یک فایل جدیدی رو بر اساس فایل‌هایی که قبلا داشتید ایجاد کنید. در قسمت زیرین اون شما میتونید از تمپلیت هایی که در نرم افزار وجود هست استفاده بکنید تا اینکه فایل های خودتون رو بسازید. همچنین در آخر این گزینه PCB بورد ویزارد رو میبینید که یک ویزارد و یک سری مراحل رو برای شما میاره برای اینکه بتونید PCB خودتون رو خیلی راحت تر ایجاد کنید که ما میبینید که از این گزینه استفاده زیادی خواهید کرد. نکته‌ای که جا داره اینجا عرض بکنم اینه که این قسمت شما قسمت کشویی رو نمیبینید برای اینکه بتونید به اون گزینه‌های پایین‌تر برسید و برای دسترسی به اونها شما باید قسمت‌های بالاتر رو ببندید تا قسمت‌های زیرین دیده بشه. قسمت دیگه‌ای که جا داره برای شما توضیح بدم سمت راست صفحه هست که با کلیک روی هر کدوم از اونها یک پنلی برای شما باز میشه. در قسمت فیوریت شما میتونید ویوهای مورد علاقه خودتون رو اضافه بکنید. در قسمت کلیپ بورد فایل هایی که در کلیپ بورد وجود هست رو شما میتونید در این قسمت ببینید. یکی از ویژگی آلتیوم دیزاینر هست که شما احتمالاً مشابه اون رو در نرم‌افزاری مثل ورد ممکنه دیده باشید و اون این که شما میتونید چندین فایل رو همزمان در کلیپ بورد خودتون نگه دارید و با کپی کردن اطلاعات قبلی از کلیپ بورد پاک نمیشه. در قسمت لایبرریز شما میتونید کتابخونه هایی که در نرم افزار اضافه شده هست رو ملاحظه بکنید. کتابخونه های مختلفی رو حذف یا اضافه بفرمایید.
قسمت بعدی که جا داره اینجا توضیح بدم منوی ویو هست. در قسمت ویو اولین گزینه تولبارز هست. شما میتونید تولبارهای مختلفی رو حذف و اضافه بکنید. در اونجایی که ما الان در محیط اولیه هستیم فقط 2 تا تولبار وجود داره، نویگیشن و نو داکیومنت تولز، که هر دوی اونها در حال حاضر نرم افزار هستن. در قسمت بعدی ورک اسپیس پنلز ها هستن که شما پنل های مختلفی رو میتونید از طریق اون اضافه و یا کم بکنید. این قسمت هم بسته به اینکه ما در چه محیطی هستیم گزینه‌های مختلفی رو خواهند داشت. اجازه بدید برای اینکه بررسی بکنیم به عنوان مثال من قسمت اوتپوت رو تیک بزنم. می‌بینید که یک پنل به داخل صفحه آورده شد. من این رو میتونم در جاهای مختلف صفحه قرار بدم. به چه صورت؟ با درگ دراپ کردن قسمت بالایی این پنل. ملاحظه می‌کنید که وقتی که اقدام به درگ اند دراپ کردن می‌کنید 4 تا گزینه بر روی صفحه نمایش داده میشه که از شما میخواد که انتخاب بکنید که این پنل رو قرار کجای صفحه قرار بدید. اگه من موس رو روی بالاترین گزینه بیارم میبینید که قسمت بالای صفحه آبی میشه، به این معنی که اگه شما موس رو رها بکنید این پنل در اینجا قرار میگیره. راست، چپ و پایین گزینه‌های دیگه‌ای هستن که شما میتونید انتخاب بکنید. اگه من موس رو روی قسمت راست ببرم شما میبینید که یک فلش سمت راست و زیر لایبرریز ایجاد شده و قسمت آبی. این به این معنیه که با رها کردن موس در زیر قسمت لایبرریز قرار میگیره این گزینه. حالا اجازه بدید من موس رو مستقیما به سمت راست ببرم. ببینید که اکنون من میتونم این موقعیت اون فلش قرمز رنگ رو جابجا بکنم و اون رو در قسمت مختلفی قرار بدم. اجازه بدید که موس رو قسمت چپ ببرم. این بار میبینید که متفاوته. چرا که پنل در سمت چپ صفحه باز هست. اینجا هم دوباره ما 4 تا گزینه رو می‌بینید که میتونید در قسمت‌های مختلف این قرار بگیرید. مثلا من این رو الان سمت راست این پنل قبلی اضافه کردم، می‌بینید که در اینجا قرار. خودتون میتونید با کار کردن و جابجا کردن پنل‌ها از قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای که در اختیار شما قرار میده برای چینش محیطتون استفاده بکنید. خب من یک چینشی رو اعمال بکنم به صفحه، من میتونم این چینش رو هم سیو بکنم. View Desktop Layout و میتونم از سیو لی‌اوت استفاده بکنم برای سیو کردن این لی‌اوت خودم. در قسمتی که دوست دارید شما میتونید عملیات سیو خودتون رو انجام بدید. اجازه بدید محیط رو برگردونم به حالت پیش‌فرضش. برای این کار View Desktop Layout و برای گزینه دیفالت کلیک میکنم تا به حالت اولیه‌اش برگردونه بشه. همچنین میتونم لی‌اوت قبلی رو به کمک گزینه لود لی‌اوت بازیابی بکنم. فایلی رو که برای دسکتاپ سیو کرده بودم انتخاب میکنم و ببینید که محیط به حالت قبلی برگشته. این قابلیت بی‌نظیر رو در اختیار شما قرار میده که بتونید بسته به کاری که دارید انجام میدید و در محیطی که هستید صفحه نمایش خودتون رو و پنل‌های مختلف رو به اون شکلی که مایل هستید بچینید. و دوباره برش میگردونم محیط رو به حالت اولیه. گزینه‌های دیگه‌ای که اینجا هست مربوط به چینش‌های مختلف قسمت اصلی و اولیه صفحه نمایش هست که شما در مرکز اون رو می‌بینید. من میتونم با انتخاب قسمت‌های مختلف اون رو تغییر بدم و تب‌های مختلفی رو ایجاد کنم. منوی بعدی منوی پراجکت هست که برای مدیریت پروژه ها مورد استفاده قرار میگیره که ما در بخش بعدی این رو برای شما به صورت کامل شرح خواهیم داد. و قسمت ویندوز هست که شما میتونید ویندوز ها و پنجره‌های مختلفی که باز هست رو از طریق این چینش کنید. ملاحظه میکنید که الان برای بالا و پایین قرار گرفت با استفاده از این منو. گزینه کلوز آل من هر دو پنجره رو میبندم تا به وضعیت اولیه برگرده. خب ما تا اینجای کار یه توضیحاتی رو در رابطه با قسمت‌های اصلی نرم افزار برای شما دادیم و آماده هستیم که وارد جزئیات بشیم و پروژه‌های خودمون رو ایجاد بکنیم و توضیحات تکمیلی رو در رابطه با قسمت‌های دیگه خدمت شما ارائه بدم. در این قسمت ما می‌خوایم یک پروژه PCB ایجاد بکنیم و مسائل مربوط به اون رو با هم دیگه یک بررسی روش داشته باشیم. برای ایجاد پروژه PCB اولین روشی که وجود داره اینه که در قسمت نیو از پنل فایلز بر روی گزینه بلانک پراجکت PCB کلیک بکنیم. همونجور که می‌بینید در پنل پراجکت گزینه PCB پراجکت 1 ایجاد شد. اولین کاری که باید بکنیم اینه که اون رو در مسیر مورد نظر خودمون سیو بکنیم.
برای این کار روش کلیک راست بکنید و روی گزینه سیو پراجکت کلیک بکنید. در پنجره باز شده ما باید مسیر خودمون رو برای ذخیره انتخاب بکنیم. من اون رو در پوشه پراجکت ذخیره میکنم. یک نیو فولدر میسازم و در داخل اون فایل خودم رو ذخیره میکنم. اجازه بدید از یک مسیر دیگه هم من یک پروژه ایجاد بکنم. منوی فایل، نیو و پراجکت. در این روش می‌بینید که یک پنجره باز شده با نام نیو پراجکت. در قسمت نیم من میتونم نام پروژه خودم رو انتخاب بکنم و در قسمت لوکیشن مسیر خودم رو برای ذخیره انتخاب کنم. در قسمت پراجکت تمپلیت من میتونم از تمپلیت های مختلفی که در نرم افزار آرتیوم دیزاینر موجود هست استفاده بکنم برای اینکه پروژه خودم رو بر اساس یکی از اونها بسازم تا اینکه مسیر انجام پروژه من سرعتش بالاتر بره. تمپلیت هایی که شما اینجا میبینید یه سری تمپلیت های استاندارد هست برای کاربردهای خاص، مثل کارت های PCI و یا کارت های AT، کارت هایی که با باس AT کار میکنن و مسائلی میشه. من برای همون گزینه دیفالت کلیک میکنم تا برای من یک پروژه خالی بسازم. گزینه دیگه که در اینجا هست Create Project Folder هست. اگه این گزینه تیک خورده باشه یک پوشه میسازه در مسیر مشخص شده و با نام پروژه من و در اونجا اطلاعات مربوط به پروژه من ذخیره میشه. برای گزینه اوکی من کلیک میکنم تا پروژه من ساخته بشه. میبینید که یک پروژه دیگه در زیر پروژه قبلی برای من ساخته شد. این بار پروژه من نیاز به سیو نداره چون که در مرحله قبلی من انتخاب کردم مسیر ذخیره شدن اون رو و اکنون پروژه من ذخیره شده. اجازه بدید یه نگاهی داشته باشیم به محل ذخیره شدن پروژه ها. در این مسیر ما می‌بینیم که دو تا پروژه ما، یکی با نام PRJ-PCB که خب اون هست که من خودم نیو فولدرش رو ساختم و فایل پروژه من و یک پوش با نام هیستوری در این قسمت وجود داره که در حال حاضر خالی هست. یکی از ویژگی‌های نرم افزار آرتیوم دیزاینر این هست که تمامی فایل‌هایی که تغییر می‌کنن به مرور زمان از تمامی اونها یک بکاپ ذخیره میشه و شما همیشه از ابتدای پروژه تا به اکنون رو فایل‌های خودتون رو دارید و میتونید هر بار که خواستید به عقب برگردید و پروژه قبلی. خب اجازه بدید تکمیل کنیم پروژه‌مو. به عنوان مثال در اولین قدم من میخوام یک داکیومنت بسازم. برای این کار روی PC پراجکت کلیک راست میکنم، Add New to Project و شماتیک. میبینید که شماتیک برای من ساخته شده. اگه به نام پروژه دقت کنید یک ستاره بغل اون هست و علامت کنار اون به رنگ قرمز در اومده. این به این معنیه که پروژه ما یه سری اطلاعاتی داره که سیو نشده. همونجور که میدونید هنوز ما شماتیک خودمون رو هم سیو نکردیم. برای این کار من کنترل و اس رو فشار میدم. صفحه سیو برای من باز میشه. میبینید که پوشه پروژه برای من ظاهر شده و از من میخواد که اسم فایل رو انتخاب بکنم. برای دکمه سیو کلیک میکنم و پروژه من سیو شد. اگه دقت کنید میبینید همچنان علامت ستاره در کنار نام پروژه هست. این به این دلیل هست که درسته که ما الان داکیومنت خودمون رو سیو کردیم اما هنوز این اطلاعات به فایل پروژه ما ذخیره نشده. و این کار روی نام پروژه من کلیک راست میکنم و بر روی گزینه سیو پراجکت کلیک میکنم. میبینید که علامت قرمز و ستاره حذف شد. خب اجازه بدید از یک مسیر دیگه هم من یک بیام فایل شماتیک ایجاد بکنم. برای فایل نیو و شماتیک کلیک میکنم. میبینید که مجددا یک شماتیک دیگه در صفحه اضافه شد. حالا اگه من بیام در فضای خالی پنل پراجکتس کلیک راست بکنم، Add New to Project و شماتیک رو انتخاب بکنم، باز هم میبینید که به پروژه بالایی اضافه شد. به چه دلیل؟ به این دلیل هست که الان پروژه فعال من این پروژه هست. برای اینکه بخوام من به پروژه پایینی یک شماتیک ایجاد کنم باید چه کار بکنم؟ و روی نام اون کلیک راست بکنم، Add New to Project و شماتیک. میبینید که این بار به پایینی اضافه شد. حالا یک از این شماتیکا رو من درگ اند دراپ بکنم و بر روی پروژه پایینی رو رها بکنم، میبینید که از بالایی به پایینی منتقل شد. به همین ترتیب شما میتونید شماتیکا رو بین پروژه هاتون جابجا بکنید. دقت بکنید که بهتره که حتما فایل شماتیک در همون پوشه‌ای که نرم افزار اصلی هست قرار داشته باشه. اگه به این شکل نباشه چه اتفاقی میفته؟
این فایل شیت رو در نظر بگیرید که ما سیو کردیم در پوشه پروژه بالایی، اما الان من اون رو به پوشه پروژه پایینی کشیدم. اما دقت کنید در کنار اون یک علامت کوچیک فلشی وجود داره، به این معنی که این فایل شماتیک در پوشه پروژه من وجود نداره. اونو به محل قبلش برمیگردونم. اگه من یه فایل شماتیک رو به خارج از این دوتا بکشونم، یعنی به اینجا میبینید که یه حالت فری داکیومنت ایجاد میشه و شماتیک من زیر مجموعه اون قرار میگیره. این به این معنیه که این شماتیک من عضو هیچ پروژه‌ای نیست. دقت بکنید بعضی اوقات پیش میاد که به دلیل باز کردن یک شماتیک به تنهایی اون زیر مجموعه هیچ پروژه‌ای قرار نمیگیره و به شکل داکیومنت آزاد در میاد. در این صورت یه سری تفاوت‌های ایجاد میشه در منوها و ممکنه وضعیت اون به اون شکلی که ما الان توضیح میدیم برای شما نباشه. دقت بکنید که همیشه شماتیک هایی که ایجاد میکنید زیر مجموعه یک پروژه باشن. خب من شماتیک هایی که قبلا ایجاد کردم میبندم. کار دیگه که ما میتونیم انجام بدیم این است که داکیومنت هایی که قبلا ساخته شده رو به یک پروژه اضافه کنیم و این کار میتونید روی نام پروژه کلیک راست کنید add existing to project و شماتیک رو به این شکل به پروژه اضافه کنید. اگه من این پروژه رو باز بکنم، به عنوان مثال یه آبجکت داخل رو اضافه بکنم، میبینید که کنار نام شماتیک هم یه ستاره اومده، به معنی که این فایل هم سیو نشده. من میتونم با کلیک راست کردن بر روی نام پروژه و سیو پراجکت اطلاعات مربوط به این پروژه رو سیو کنم. اما دقت بکنید که همچنان بر روی نام پروژه گزینه ستاره هستش. اگر از منوی فایل من برم، یک گزینه وجود داره به نام سیو آل که با کلیک کردن بر روی اون همه اطلاعات همه پروژه ها ذخیره میشه. تا اینجای کار ما یه سری اطلاعاتی که به صورت کلی مورد نیاز شما هست در رابطه با ایجاد پروژه ها و فایل ها رو توضیح دادیم. ایجاد PCB هم به همین شکل است، اونم یک داکیومنت محسوب میشه و فقط در قسمت های جزئیات اون متفاوت هست که خب اون هم مربوط به قسمت خودش هست و اون رو برای شما در قسمت مربوط به خودش به صورت کامل توضیح خواهیم داد. در این قسمت میخوایم یه مروری داشته باشیم بر روی قسمت شماتیک نرم افزار و یه سری کلیات اون رو بررسی بکنیم. یه دیدی داشته باشید برای اینکه بعداً به جزئیات اون بپردازیم. برای اینکه وارد مبحث شماتیک بشیم اول باید یه پروژه ایجاد کنیم. برای این کار از منوی فایل، نیو و شماتیک رو انتخاب میکنیم. خب یه فایل شماتیک برای ما ایجاد شده. اجازه بدید اول یه مقدار صفحه رو مرتب‌تر بکنیم. تولبارهای بالا رو من به یه نحوی میچینم که بهتر دیده بشن. خب این پنل رو هم اگه اجازه بدید در این قسمت جایگذاری بکنم. اگه این بخوام مروری داشته باشم بر روی قسمتایی که الان توی صفحه ظاهر شده، اولین قسمت بالا سمت راست هست که من اون رو اینجا قرار دادم. شما توی قسمت میتونید دیگه نمای کلی از محیط نرم افزار رو ببینید. یک کادر قرمز در داخل این وجود داره که نشون میده کدوم قسمت از صفحه نمایش در حال حاضر در پنجره اصلی داره نمایش داده میشه. تب‌های دیگه اون شماتیک لیست و شماتیک اینسپکتور هست که بعداً برای شما توضیحات کامل رو در این باره خواهیم داد. و در سمت چپ صفحه هم شما می‌بینید که یک فری داکیومنت ایجاد شده و فایل شماتیک ما در این قسمت قرار داده شده. خب همونطور که می‌دونید این الان در داخل هیچ پروژه‌ای نیست. اجازه بدید یک بار دیگه شماتیک رو ایجاد کنم، اما این بار داخل یک پروژه. برای این کار از منوی فایل، نیو و پراجکت رو کلیک میکنم. این قسمت رو قبلا توضیح دادم، برای سریعتر از روی اون عبور میکنم. حالا همین شماتیک رو من در داخل پروژه میکشم تا در داخل اون قرار بگیره. اجازه بدید برای اینکه با این محیط بیشتر آشنا بشیم یه سری تنظیمات اولیه و یه سری قطعات رو در داخل اون اضافه بکنیم. به اضافه کردن قطعات میتونید از منوی پلیس و پارت اقدام کنید. خب همینجا میبینیم که برای قرار دادن عناصر مختلف برای صفحه باید از منوی پلیس اقدام بکنید. گزینه‌های دیگه که توی این منو وجود داره باس اینترای، پارت، مانیوال جانکشن و سایر مواردی هست که بعدا برای شما توضیحات کامل رو در رابطه با اونها خواهیم داد. اجازه بدید روی همون گزینه پارت من کلیک کنم. توی صفحه پلیس پارت شما تنظیمات مختلفی رو ملاحظه می‌کنید.
من روی گزینه چوز کلیک میکنم تا صفحه انتخاب قطعات انتخاب بشه. از بالای صفحه شما میتونید کتابخونه‌های مختلفی رو انتخاب کنید. می‌بینید که تعداد کتابخونه‌ای که اینجا هست محدود هست و این واقعا همه کتابخونه‌های نرم افزار آلتیوم دیزاینر نیست. یه مروری داشته باشیم روی قطعات اونها. سریع شما در داخل صفحه بتونید اونها رو ببینید. اگه شما با FPGA آشنایی داشته باشید متوجه شدید که الان بیشتر قطعاتی که به صورت پیش‌فرض در داخل این صفحه اضافه شدن مربوط به FPGA ها هستن. یکی از دلایلش اینه که نرم افزار آلتیوم دیزاینر در ورژن‌های جدیدش تمرکز زیادی روی FPGA ها داشته. برای اینکه من بتونم قطعات مورد نظر خودم رو انتخاب بکنم، اگه در داخل این کتابخونه ها اونها رو پیدا نکردم روی گزینه فایند کلیک میکنم. شما در حالت اولیه با این صفحه مواجه خواهید شد. روی دکمه ادوانس کلیک بکنید تا به صفحه‌ای به این شکل برید. من کل متنی که این بالا نوشته شده رو پاک میکنم و اسم قطعه‌ای که مد نظرم هست رو تایپ میکنم. مثلا من میکروکنترلر اتمگا 32 رو میخوام استفاده کنم. در قسمت اسکوپ انتخاب میکنم که من میخوام در بین کامپوننت ها سرچ بکنم و در داخل مسیر پس مسیر کتابخونه قطعات آلتیوم دیزاینر رو انتخاب میکنم. در قسمت نصب برای شما توضیح دادیم که این کتابخونه رو چطور میتونید به دست بیارید. به سرچ کلیک میکنم. اگر میبینید که یک سری گزینه ها رو الان برای شما توضیح نمیدم، دلیلش این هست که اونها رو به صورت مفصل در قسمت مربوط به داکیومنت و شماتیک توضیح خواهم داد و الان فقط یه مروری خواهم داشت بر روی کلیات این بخش از نرم افزار تا شما بیشتر بتونید با اون آشنا بشید و یه دید کلی میخوام در این بخش به شما بدم. میبینید که انواع میکروکنترلرهای اتمگا 32 پسوندهای مختلف در این لیست اومده. من میتونم هر کدوم از اونها انتخاب کنم. با کلیک روی این قسمت من میتونم به ظاهر PCB اونها هم دسترسی داشته باشم. قبل از اون اجازه بدید که با کلیک روی دکمه استاپ از نرم افزار بخوام که به کار خودش خاتمه بده. می‌بینید که با انواعش PCB های مختلف، انواع فوتپرینت های مختلف، میکروکنترلرهای مگا 32 برای من پیدا شد. یکی از اونها رو انتخاب میکنم. الان خیلی مد نظرمون نیست که بخوایم برد خاصی رو طراحی بکنیم. از من میپرسه که آیا میخوای کتابخونه رو اضافه کنی به نرم افزار یا نه. من بر روی یس کلیک میکنم که کتابخونه به محیط نرم افزار اضافه بشه. می‌بینید که اطلاعات این قسمت پر شد. روی اوکی کلیک میکنم و الان میکروکنترلر من آماده است که روی صفحه قرار بگیره. خب می‌بینید که الان گزینه‌های میکروکنترلر به خوبی دیده نمیشه. اجازه بدید من یک بار دیگه اسکیپ رو فشار بدم تا این صفحه هم بسته بشه. برای اینکه بتونم بهتر من پایه‌های میکروکنترلرم رو ببینم باید روی اون زوم کنم. برای زوم کردن توی محیط شماتیک روش‌های مختلفی وجود داره. یک راهش اینه که دکمه کنترل کامپیوتر خودتون رو بگیرید و اسکرول کنید. اسکرول به سمت بالا زوم میکنه و اسکرول به سمت پایین زوم بک میکنه. راه دیگه اینه که از تولبارها استفاده بکنید. گزینه اول فیتال آبجکت باعث میشه کل صفحه نمایش شما، کل اون قسمتی که در داخل اون قطعات قرار داده شده در داخل صفحه فیت بشه. گزینه دوم که انتخاب کنید شما میتونید روی نقطه خاص از صفحه نمایش زوم بکنید. روی یک کورنر از اون مربعی که قصد روی اون زوم کنید کلیک کنید و بعد روی کورنر دوم. خب و بر اون قسمت میبینید که زوم میشه. مثلا بشه. دوباره من روی فیت کلیک میکنم تا برگرد. کار دیگه که شما میتونید بکنید اینه که یک عنصر رو انتخاب کنید و بر روی گزینه سوم یا زوم سلکتد کلیک کنید تا بر روی اون عنصر زوم بشه. اجازه بدید یک سری قطعات دیگه در کنار این اضافه کنم تا یه مقدار به مدار خودم مفهوم بیشتری ببخشم. این بار دستی میخوام قطعه انتخاب کنم. میرم بالا و بر روی گزینه دیوایسز ها کلیک میکنم
تایپ میکنم رز مخفف کلمه رزیستور یا مقاومت هست و انواع مقاومت ها رو برای من اینجا نمایش میده. مقاومت های متغیر، مقاومت پل و مقاومت های با سایز های مختلف. یکی از اونها رو انتخاب میکنم و برای صفحه نمایشم اون رو قرار میدم. برای اسکیپ کلیک میکنم یک بار دیگه. حالا میخوام مسیر بین میکروکنترلر و مقاومتم رو برقرار کنم. میتونم از منوی تولبارم پلیس وایر رو انتخاب کنم یا میتونم برم از منوی پلیس گزینه وایر رو انتخاب کنم. دقت کنید که موس به شکل یک ضربدر خاکستری برای اون ظاهر شده. شما برای اینکه روتینگ رو انجام بدید اون رو باید برای پایه مورد نظر خودتون ببرید. رنگ ضربدر به قرمز تغییر پیدا میکنه. کلیک میکنید و شروع میکنه به عملیات روتینگ. با کلیک کردن روی نقاط مختلف صفحه شما میتونید روتینگ خودتون رو انجام بدید. هنگامی که روتینگ تموم شد برای اسکیپ کلیک میکنید تا اینکه از اون وضعیت خارج بشه. من اجازه بدین رو پاک کنم. کافیه روی یه قسمت از کل اون کلیک کنم و بر روی دکمه دیلیت کلیک کنم. اتصالم رو انجام میدم و حالا میخوام که اون قسمت از پایه خودم رو به زمین بس کنم. این بار میتونم از منوی پلیس پاورپورت اقدام بکنم و یا از روی تولبار بر روی GND پاورپورت کلیک کنم. با کمک دکمه اسپیس من میتونم بچرخونم قطعه‌ای رو که انتخاب کردم و به این شکل اون رو قرار دادم. اجازه بدید مدار خودم رو با اضافه کردن VCC هم تکمیل کنم. من میتونم به این شکل مثلا این رو بکشم، نمیتونم نه اون رو به این شکل روتین رو انجام بدم. خب همونجور که بعدا هم برای شما توضیح بیشتر خواهم داد، این GND و VCC که من اینجا قرار دارم فقط یک صرفا نت هست و باید من مشخص کنم که قراره چطور این GND و VCC با باتری و قسمت خروجی مدار من ارتباط برقرار کنم. برای همین من باید یک کانکتور قرار بدم. Place part choose. این بار از کتابخونه کانکتورها رو انتخاب کنم و میام بر روی هدر تو. یک هدر دو پایی هست. اوکی. با فشار دادن دکمه X من اون رو در جهت محور X میچرخونم و قرینش میکنم. خب حالا GND و VCC رو دوباره به همون شکل قرار میدم. حالا برای اینکه من بتونم این مدار رو بسازم اجازه باید بدید که اونها رو نامگذاری بکنم. الان دقت کنید نوشته U علامت سوال، R علامت سوال. اینا باید همشون به اعداد تغییر پیدا کنه و این کار میرم منوی تولز و انوتیت شماتیکس. خب همینجا اجازه بدید توضیح بدم که در منوی تولز گزینه‌هایی که مربوط به ابزارهای تکمیلی هست وجود داره. مثلا مدیریت قسمت ایرورها، پیدا کردن قطعات، آپدیت از لایبرری‌ها و مسائلی از این قبیل رو شما میتونید توی این قسمت ببینید. بعداً توضیحاتی رو در رابطه با تعدادی از مهمترین گزینه‌های داخلی منو برای شما خواهم داد. انوتیت شماتیکس رو کلیک می‌کنم. آپدیت اوکی، accept, execute, close. هم تاکید میکنم که ما الان قصدمون صرفا آشنایی اولیه با این محیط هست و بعدا در رابطه با این گزینه ها به صورت کامل برای شما توضیحاتی رو خواهم داد. الان این مدار من تا یه حدی آماده است. این مدار خیلی ساده، یه میکروکنترلر، یه مقاومت و یه هدر که بتونه وصل بشه به باتری. اجازه بدید یه محیط پرینت پریویو هم از اون داشته باشیم. ببینید که به راحتی شما میتونید چاپ بکنید. قابلیت‌های دیگه‌ای که در اختیار ما قرار میده الان از ما داره یه سری وارنینگ هایی رو میگیره. مثلا داره به ما میگه یک سری از پوینت های شما، یک سری از پایه‌های شما فلوت هست. در تو اینکه چطور میتونید منیج بکنید این پیغام ها و ایرورها، خطاها رو و شما بعداً توضیحاتی رو خواهیم داد. در این مرحله اجازه بدید من یک PDF هم از اون بسازم. منوی فایل،
اسمارت پی دی اف. نکست. مسیر رو از من میخواد. اجازه بدید این تنظیمات رو به همون شکلی که هست رها کنید. ببینید که فایل پی دی اف به همون شکلی که مد نظر ما هست برای ما تهیه شده و اگه ببینید به قسمت‌های مختلف داخل فایل هم رفرنس داده شده. شما میتونید با کلیک روی همون روی قسمت مربوط به خودش زوم کنید. خب اینجا یه مروری داشتیم تا بر روی نرم افزار آلتیوم دیزاینر و قسمت شماتیک اون یه تسلط اولیه‌ای پیدا کنیم. جزئیات خیلی زیادی وجود داره که برای شما توضیح ندادیم و در بخش معرفی شماتیک برای شما اونها رو به صورت کامل شرح خواهیم. در این قسمت می‌خوایم یک آشنایی کلی پیدا کنیم با محیط PCB نرم افزار و یک سری تنظیمات و روتین‌های اولیه رو در اون انجام بدیم. برای این کار شماتیکی رو که در قسمت قبل طراحی کردیم رو وارد محیط PCB می‌کنیم. برای این کار از پنل فایلز بر روی گزینه PCB بورد ویزارد کلیک کنید. فقط وقتی که ممکنه برای شما در وضعیت اولیه یک همچین حالتی وجود داشته باشه، برای اینکه بتونید به اون گزینه دسترسی پیدا کنید باید کرکرهای بالایی رو ببندید تا به گزینه PCB بورد ویزارد دسترسی پیدا کنید. روی اون کلیک میکنم. در صفحه اول یک سری تنظیمات و توضیحات اولیه رو به من معرفی میکنه. نکست. در اینجا من باید یونیت و واحد مورد نظر خودم رو انتخاب کنم. دو واحد ایمپریال و متریک در اینجا موجود هست و به صورت دیفالت ایمپریال پیک کرده. این به این دلیل هست که در صنعت چاپ PCB مرسوم هست که از واحد ایمپریال استفاده میشه. بعدم به شما عرض خواهم کرد که چطور میتونید بین این دو واحد به راحتی سویچ کنید تا هم راحتی رو داشته باشید و هم بتونید کار دقیق و مطابق با صنعت رو انجام بدید. من در این مرحله واحد متریک رو انتخاب میکنم. برای دکمه نکست کلیک میکنم. اینجا یه سری سایز ها و اندازه های استانداردی که برای یک سری PCB های رایج هست، یک سری بازهایی که استفاده میشه در صنعت وجود داره. من روی گزینه کاستم کلیک میکنم تا بتونم خودم سایز PCB خودم رو تعیین کنم. برای دکمه نکست کلیک میکنم. در این قسمت من باید اندازه های PCB خودم رو وارد کنم. سایز 100 میلیمتر در 100 میلیمتر رو انتخاب کنم. شکل رو هم بر روی همون رکتانگولار میذارم که باشه. اینجا من باید لایه‌های مکانیکی خودم رو انتخاب کنم که همون یک لایه برای من کافی است. برای دکمه نکست کلیک میکنم. تعداد لایه‌های سیگنال 2 و پاور رو 0 قرار میدم. بعداً در رابطه با همه تنظیماتی که در اینجا من توضیحاتی رو خدمت شما ارائه نمیدم بحث خواهیم کرد و شما کاملاً با این تنظیمات آشنا خواهم کرد. من در اینجا انتخاب میکنم که من مایلم همه سوراخ‌های من به این شکل باشه و خب معمولاً در ایران ما سوراخ‌ها رو به صورت دوتایی میزنیم، یعنی که هر دو سمت لایه‌های من سوراخ میشه و به این شکل خیلی رایج نیست. در اینجا من میگم که بیشتر قطعاتم سرفیس ماونت هست و قطعات رو من در یک سمت قرار میدم، نه دو سمت. میبینید که به این شکل روی گزینه نو کلیک میکنم. نکست. در اینجا یه سری استانداردها و رول هایی که لازم در طراحی PCB من رعایت بکنم و از من میپرسه، به همین شکل رها میکنم و بر روی دکمه نکست کلیک میکنم. فینیش. میبینید که PCB رو برای من با سایز هایی که مد نظرم هست ایجاد کرده و الان آماده هستیم که قطعات رو به اون ایمپورت کنیم و روتین رو انجام بدیم. قبل از این کار اجازه بدید که یک توضیح رو در رابطه با قسمت‌های مختلفی که روی صفحه می‌بینید خدمت شما عرض بکنم. در سمت راست صفحه پنل مسیج رو می‌بینید که شما در اون می‌تونید پیغام‌هایی که سیستم به شما میده مشاهده کنید که در حال حاضر خالی هست. در قسمت پایین هم مثل همون بخش شماتیک کتابخونه‌ها و قطعات رو می‌بینید و در بالای صفحه شما عناصر مختلفی رو که میتونید داخل صفحه انجام بدید و تنظیماتی که رایج‌تر هست و بیشتر مورد نیاز شما هست ملاحظه میشه. قبل از اون اجازه بدید که من قطعات رو بر روی صفحه اضافه کنم و یک سری توضیحات رو روی اونها بدم. اگر الان شما مراجعه کنید به منوی دیزاین می‌بینید گزینه ایمپورت چینج غیر فعال هست. دلیل اون به این دلیل هستش که الان PCB من به شکل یک فری داکیومنت هست و باید اون رو به پروژه اصلی خودم اضافه بکنم تا بدونه که
این شیت و این پی سی بی به هم مرتبط هستن و این کام رو میکشم و در پروژه اصلی خودم اضافه کنم. از منوی فایل گزینه سیو فایل رو کلیک میکنم تا همه تنظیمات رو سیو بزنم. اسم فایل پی سی بی رو از من میخواد. سیو. حالا میبینید که اگر وارد منوی دیزاین بشم گزینه ایمپورت چینز فعال شد. میام کلیک میکنم. اینجا یک سری تغییراتی که باید در صفحه اعمال بشه تا اون قطعات وارد بشن رو نشون میده. کامپوننت هایی که باید اضافه بشه، نت هایی که باید اضافه بشه و شیت ها. بر روی دکمه execute change کلیک میکنم تا تنظیمات انجام بشه. کلوز. میبینید که قطعات در گوشه پایین صفحه نمایش داده شده. برای اینکه بتونم روی قطعات زوم بکنم همانند شماتیک راههای مختلفی وجود داره. یک راه اینه که من دکمه کنترل موس خودم رو فشار بدم و زوم کنم به کمک اسکرول. راه دیگه اینه که از دکمه های زومی که در تولبارها وجود داره استفاده بکنم. مثلا با فشار دادن کلید فیت کل آیتم های روی صفحه بر روی قسمت پنل اصلی نرم افزار فیت میشن. یا میتونم از این ابزار استفاده کنم و در قسمت مورد نظر خودم زوم بکنم. یا حتی با انتخاب آبجکت مورد نظرم استفاده از گزینه سوم اون رو در مرکز صفحه قرار بدم. برای اینکه آیتم ها رو روی صفحه نمایش من بچینم کل رومی که برای من ایجاد کرده رو درگ میکنم. هنگامی که اقدام به درگ میکنم یک پیغامی ظاهر میشه و از من میپرسه که آیتم هایی که در اون هست یک سریشون لاک شدن، آیا اجازه میدید که من جابجایی انجام بدم و از قضیه مطمئن هستید؟ من اوکی میکنم و میبینید که عملیات درگ قابل انجام خواهد. اون رو در وسط صفحه نمایش قرار میدم. اندازه روم خودم رو با کشیدن گوشه های اون بزرگ میکنم و قطعاتم رو میچینم. خب هنگامی که این قطعه رو جابجا میکنید میبینید که اولین مشخصه یک دایره ایجاد میشه و یک خط. این دایره و خط به من کمک میکنه که من بیشتر بتونم تشخیص بدم که اون کامپوننت من به چه کامپوننت های دیگه ای باید نزدیک باشه و در جایگذاری به من خیلی کمک میکنه. در بعضی زمان ها شما میبینید که این نقطه قرمز میشه و در بعضی مواقع سبز. در این باره برای شما بیشتر توضیح خواهیم داد در قسمت مربوط به خودش. همچنین تعداد خطوط سفید رو میبینید که با جابجایی اون جابجا میشه این خطوط هم و اگه اونو من رها هم بکنم میبینید که این خطوط در روی صفحه هستن. این خطوط به من نشون میدن که چه پایه‌هایی قراره به هم دیگه وصل بشن. اگه من روی یک سمت از اون خط برم میبینید که این پایه R1 انتخاب شده و در سمت دیگه این پایه از IC من. این هم کمک بسیار زیادی به ما میکنه در جایگذاری قطعات. برای من این پایه رو در کنار پایه‌ای که باید بهش وصل بشه قرار میدم و همینطور این پین رو هم میتونم به این شکل سه تا قطعه رو با هم انتخاب کنم و اون رو به وسط صفحه بیارم و یا در قسمت مختلف. خب اگر الان دقت کنید می‌بینید که این دو تا آیتم سبز شدن و این به معنیه که در اونها یک خطا وجود داره و خب خطایی هم که هست احتمالاً میتونید حدس بزنید که از روم من خارج شده. اونها رو به وسط صفحه میارم تا خطا برطرف بشه. همچنین نوشته لژند رو هم کنار. خب حالا میخوام یک روتینگی رو بین این پایه ها انجام بدم. برای این کار میتونم از منوی پلیس گزینه اینتراکتیو روتینگ رو انتخاب کنم و یا از تولبار خودم گزینه اینتراکتیو روتینگ کانکشنز رو انتخاب کنم. در روی پایه کلیک میکنم. میبینید که یک نواری انتخاب میشه و وضعیتی رو که عملیات روتینگ با کلیک موس من ایجاد میکنه رو به من نشون میده. میبینید که دو قسمت وجود داره، یک قسمت مشکی و قسمت دیگه تو خالی هست. قسمت مشکی به من نشون میده که اگه من کلیک کنم چه قسمتی سبز میشه و قسمت تو خالی قسمتی که در مرحله بعدی در صفحه ثبت خواهد شد رو به من نشون میده. کلیک اول میبینید که قسمت اول قرمز شد و با کلیک دوم قسمت مشکی دوم هم انجام میشه. حالا بین این دو پایه میخوام روتینگ کنم. اجازه بدین روتینگ رو از لایه زیرین انجام بدم. در قسمت لایه ها باتم لایر رو انتخاب میکنم و روتینگ رو انجام.
همونطور که میبینید سایز این ترک الان کوچیک هست و من فرض کنید که الان مایلم از یک یک ترک با سایز بزرگتر استفاده بکنم. برای این کار اول باید رول های مدار رو تغییر بدم. این کار از منوی دیزاین گزینه رولز رو کلیک میکنم، به قسمت الکتریکال و روتینگ میرم و بر روی دکمه وایت کلیک میکنم. با کلیک کردن بر روی دکمه وایت از زیر بخش روتینگ میتونم به سایز بندی های مربوط به اون قسمت دسترسی پیدا کنم. حداکثر و حداقل رو اینجا میتونم تعیین کنم. حداقل به همون مقدار 0.2 میلیمتر مناسب هست و حداکثر رو روی 2 میلیمتر قرار میدم و اوکی میکنم. یک بار دیگه عملیات روتینگ رو انجام میدم بین این دو پایه. برای اینکه بتونم سایز رو عوض کنم دکمه تب رو روی کامپیوترم کلیک میکنم و سایز جدید رو 1 میلیمتر وارد میکنم. میبینید که اندازه ترک بزرگ شده. با کشیدن مسیر جدید مسیر قبلی حذف شد. یکی از قابلیت‌هایی هست که نرم افزار میتونه در این باره تصمیم بگیره که آیا حلقه وجود داشته باشه یا نه. در این باره هم بعداً صحبت‌های تکمیلی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مراحل روتینگ رو من خیلی سریع انجام میدم. الان یک روتینگ خیلی سریع و ساده رو با همدیگه در قسمت PCB نرم افزار آلتیوم دیزاینر انجام دادیم. در قسمت PCB برای شما توضیحات کاملی رو در این باره خواهیم داد و جزئیات بخش‌هایی که با هم سر کار داشتیم رو با همدیگه مرور خواهیم کرد.